به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که فرصت پیش اومد تا با یک دوره آموزشی دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. همونطور که از عنوان دوره مشخص هست، ما میخوایم توی این دوره آموزشی که نسبتاً هم پیشرفته هست بپردازیم به موضوعی که کمتر در واقع برنامه‌نویسان حالا پلاگین و قالب وردپرس بهش توجه میکنن و اون رو رعایت میکنن. اون هم در واقع استفاده از امکاناتی هست که وردپرس در اختیارمون میذاره تا در مقابل حملات CSRF سایت رو مسئول بکنه. خب این که حالا حملات CSRF چی هست در حالت کلی توی زبان PHP و حالا به طور کلی چطور بایستی باشون مقابله بکنیم، بحث بسیار مفصلی هستش که نیازمند یک دوره آموزشی جدا هست. احتمالاً هم یک دوره مخصوص حملات CSRF در نظر بگیریم. اما خب توی این دوره حالا ما قصد داریم صرفاً اختصاصاً بپردازیم به بحث وردپرس و اینکه اون چه امکاناتی رو در نظر گرفته برای مقابله با CSRF و میخوام یه مقدار از سطح بالا در واقع به قضیه نگاه بکنیم. اما خب نیاز هست که به هر حال من مطمئن بشم همین ابتدای امر شما با مفهوم کلی CSRF آشنا هستید. برای این کار بیاید با هم یک مرور داشته باشیم. ببینید در این قسمت سبز رنگ ما فرض میکنیم که قربانیمون وجود داره که در واقع حالا مدیر یک وبسایت ممکنه باشه یا در واقع کاربری باشه که در فرضاً یک سایت bank.com سشن فعال داشته باشه، یعنی توی اون سایت الان لاگین باشه یا هر چیز دیگه. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که شما دقیقاً حالا با مثال وردپرس خودمون فرض کنید که من الان ادمین یک سایت هستم که در اینجا صفحه‌ام باز هست، یعنی وارد سایت مدیریت محتوام شدم و در پنل ادمینم هستم. خب پس این قسمت سبز رنگ من هستم که در تب دیگه سشن فعال دارم در سایت. یه سایت هم داریم به نام evil.org به عنوان مثال که این سایت مخرب هستش. هکر در اینجا برای ما نقشه کشیده. نقشه‌ش هم به این صورت هست که میخواد از حمله CSRF استفاده بکنه. حالا ببینیم که دقیقاً به چه صورتی این کار انجام میگیره. در حالت عادی ما زمانی که میخوایم در واقع سایت رو حالا برنامه‌نویسی بکنیم، قالب و پلاگینمون رو برنامه‌نویسی بکنیم، خیلی راحت میایم فرضاً میگیم که چک میکنیم، میگیم اگر که طرف ادمین بود، حالا کاربر من ادمین بود و فلان ریکوست ارسال شد، خب بیا فلان پست رو پاک کن. مثال رو ببینید. الان خود وردپرس رو بررسی بکنیم. فرضاً من اگر این پست رو بخوام در واقع به زباله‌دان بفرستم، یه لینکی داره. خب این لینک رو من میتونم داخل مرورگرم هم وارد بکنم، یعنی یه تب جدید باز کنم و خیلی راحت این رو پیست کنم و اون نوشته من خود به خود حذف میشه. الان با هم بررسی بکنیم. من این رو اینجا خیلی راحت پیستش میکنم. یه درخواست گت هستش دیگه، ریکوست به صورت گت هست. من این رو اینتر میکنم. ببینید نوشته من پاک شدش. خب من مجدد باز میگردونمش به این صورت. خب آدرس در واقع ارسال میشه به پست wp-admin.post.php. میگه پستی با آیدی 33 رو بیا چیکار کن، اکشنش رو هم تعیین کردیم، ببرش به ترش، ببرش به زباله‌دان. این قسمت رو کارش نداریم فعلا، فرض کن این قسمت نیست. ما تو حالت عادی کدنویسی‌هایی که انجام میدیم به این صورت دیگه خیلی تلاش بکنیم میام چیکار میکنیم، میگیم که اگر حالا این ریکوست ارسال شد توی در واقع فایل post.php رو میام چک میکنیم قبلش، میگیم آیا یوزری که در واقع این ریکوست رو فرستاده ادمین هستش، آیا دسترسی داره به این صفحه، اگر داشتش حالا پست و آیدیشو بگیر، اکشن رو هم بگیر، اگر اکشن ترش بود برو پستی با آیدی 33 رو پاک کن. یعنی نهایت کارش اینه که چک کنیم ببینیم یوزر لاگین هست یا نه، دسترسی داره یا نه. حملات CSRF دقیقاً از همین ضعف میاد استفاده میکنه، به این صورت که میاد میگه من حدس میزنم که شمایی که ادمین این سایت هستی، زمانی که میای داخل سایت من که هکرم، ببینید فرض کنید اینجا هکر هست، این هکر حدس میزنه میگه زمانی که این آقا اومد داخل سایت من، این احتمالش وجود داره که ایشون مدیر یک سایت وردپرسی باشه یا مدیر یک سایت خاصی باشه یا در واقع کاربری باشه که در سایت مثلا bank.com لاگین باشه. خب بانک ها باز بیشتر حالا منحصر به فردتر هستن دیگه، تعدادشون محدوده. خب بیا چیکار کن زمانی که این کاربر میاد داخل سایت من، داخل من که در واقع هکر هستم، من میام
خب با مرورگرش داره میاد تو سایت من دیگه. پس من میتونم یک سری ریکوست هایی رو به صورت گت خیلی راحت شبیه سازی کنم. چطوری؟ مثلا فرض کنید میتونم بیام یک کد جاوا اسکریپت بنویسم که توسط اون کد جاوا اسکریپت به صورت گت درخواست ارسال بشه به چی؟ درخواست ارسال بشه به این آدرس. خب و اینجا در واقع فاجعه رخ میده. اگر من در اون زمان در سایتم لاگین باشم، خب داره از مرورگر من درخواست گت ارسال میشه از داخل این سایت بدون که من متوجه بشم. من رفتم وارد سایت evil.org، داخل اون سایت اسکریپتی نوشته شده که درخواست گت رو داره ارسال میکنه توسط جاوا اسکریپت به سایت من. اون درخواست چی هست؟ این درخواست هست. خب من هم که لاگین هستم، پس سایت هیچ اروری در واقع نمیده و خیلی راحت چک میکنه، میگه شما لاگین هستید، پس اون پست پاک میشه بدون اینکه من روی لینک در واقع انتقال به زباله‌دان در محیط ادمینم کلیک کرده باشم. پس این یک ضعف بزرگ هستش. این شد مفهوم CSRF. حالا روش‌های مختلفی داره برای پیاده سازی این که در واقع این حملات رو انجام بدن. مثلا یک نمونه‌ای که باز خیلی رایج‌تر هستش استفاده از فرم ها هست. شما میرید داخل سایتی، اون سایت خیلی راحت میتونه بیاد یه فرمی رو برای شما بذاره، شما فرم رو پر کنید، از همه جا هم در واقع بی اطلاع هستید، خیلی راحت تارگت فرم رو بفرسته به یک آی فریم و توی اون آی فریم این آدرس رو در واقع داده باشه، یعنی فرم تارگتش وصل بشه به اون در واقع آی فریم. شما عملا با دستان خودتون دارید چیکار میکنید؟ این لینک رو فراخوانی میکنید. ما هم نمیتونیم متوجه بشیم، یعنی شما سایتتون، سایتی که در واقع درش حالا ادمین هستید یا هر چیزی لاگین هستید، نمیتونه متوجه بشه چون درخواست داره از مرورگر شما ارسال میشه. درخواست از سرور evil.org که در واقع ارسال نمیشه، کاملا از طریق سیستم شما. فقط فرقش اینه که از یک تب دیگه داره ارسال میشه. خب یا مثلا روش دیگهش این هستش که در واقع بیان تو داخل سورس ایمیج این رو اجرا بکنن. داخل سورس ایمیج خیلی راحت بیان این دستور گت رو ارسال بکنن. خب ایمیج هم که زمانی که میخواد فراخوانی بشه یک دستور گت هست که حالا میخواد اون فایل رو بخونه، میبینه نه در واقع اون رو فراخوانی میکنه، فایل تصویر هم نمیاد، لود نمیشه، اما اون دستور گت شما اجرا شده، یعنی این دستور اجرا شده و تصویر خالی هم برگشته. خب که حالا بعضی از مرورگرها در مقابل این نوع روش حالا یک سری پلیتیک هایی رو چیندن که بتونن ایمن‌تر کار بکنن، ولی در حالت کلی روش های متعددی داره، یعنی روش هایی داره که خیلی سخت هم نیست پیاده سازیش و برای همین شما دو تا نکته رو باید رعایت بکنید. یکی به عنوان کاربر وارد هر سایتی نشید، دو از پلاگین های امنیتی که حالا هست استفاده بکنید که حالا نوشته شده برای موارد مختلف بسته به مرورگرتون، و سوم این که سایت هایی که حداقل مال خودتون هست بیاد ایمن بکنید که کسی دسترسی نداشته باشه. خب طبیعتا این نوع در واقع حملات در سایت هایی که حالا مهم هستن حتما باید رعایت بشه. مثلا در سایت های بانک این مورد رعایت میشه، وگرنه فکرشو بکنید اگر در مقابل حملات CSRF اینها خودشون رو ایمن نکنن و خیلی راحت به عنوان قربانی وارد سایت evil.org میشن. ایشون هم خب طبیعتا از هر 1000 تا کاربر ممکنه هم 2 تاش هم که در واقع کاربرشون لاگین باشه، به عنوان مثال داخل سایت بانک ملت، بانک ملی یا هر بانک دیگه‌ای، خب خیلی راحت میتونه درخواست گت بفرسته فلان پول رو منتقل بکنه به یک حساب دیگه که البته خب اینها هر سری کپچا مثلا دارن، نمیدونم کارت مبدأ دارن، پین میخوان و رمز کارت میخوان که این کار شدنی نیستش، ولی خب جاهای مختلفی میشه از این استفاده کرد و در واقع درخواست‌های ارسال کرد که مشکلات ایجاد بکنه. یا مثال دیگه بخوام خدمتتون عرض بکنم برای اینکه یه مقدار دید پیدا بکنید، صرفا بحث این نیستش که بیاد چیز پاک بشه. به عنوان مثال میتونن خیلی راحت اسپم بکنن، از طریق شما آی پی خودتون بیان براتون کامنت بذارن. مثلا هم یه نمونهشه دیگه، کامنت گذاری بشه، کامنتی باز پاک بشه، ویرایش بشه و غیره. خیلی کارا میشه کرد. حتی این رو بذارید خدمتتون عرض بکنم، ممکنه بگید که ریکوست هایی که پست باشه در امانند در مقابل این حمله. اصلا اینطور نیست. ببینید ریکوست هایی که به صورت پست باشن مسئول‌تر هستن، یعنی خب کمتر بازه. مثلا شما توی یک بازه 100% نگاه کنید، درصد کمتری از هکرها میرن دنبال این که حالا CSRF رو اجرا بکنن روی مواردی که بر پایه پست هست، ولی شدنیه. از طریق همون فرمی که گفتم تارگت رو مثلا ارسال بکنه به یک آی فریم، این شدنیه که پست ارسال بشه. به صورت پست هم میشه ارسال کرد، صرفا لازم نیستش که لینک به این صورت باشه.
خب این پس شد نوع حمله CSRF رو ما به صورت کلی متوجه شدیم. ما قرار نیستش که در اینجا آموزش بدیم که به چه صورتی شما میتونید این حمله رو انجام بدید. قراره که در واقع بپردازیم به این که در سایت وردپرسیمون چطوری این کار رو ایمیل بکنیم، چون این بحثش مفصل هستش، واقعا یک دوره جدا نیاز داره که خیلی مفصل میتونه باشه. حالا این تیکه دومی رو که جدا کردم خاطرتون هستش، این رو برمیگردونم سر جاش. قبل از این کار بذارید من کلا این رو پاک کنم. نگاه کنید، من الان میرم قسمت همه نوشتام دوباره ریفرش بکنم. این رو فرض کنید من میخوام پاکش کنم. خب یه لینکی به من میداد، لینک رو بذارید اینجا پیست کنم. اگر من این قسمت رو فقط کپی کنم و قسمت آخر رو کپی نکنم و اینجا پیست کنم، در واقع پستم حذف نمیشه. ببینید چه اتفاقی میفته. وردپرس میگه میخواهید این کار رو انجام دهید، یعنی فهمید، بوبورد فهمید که این درخواست شما مجاز نیستش. چطوری فهمید؟ با استفاده از مفهومی به نام نانس. خب دقیقا همین پارامتریه که اینجا، اگر من این پارامتری که اینجا رو ارسال بکنم، یعنی به ادامه این اضافه بکنم، این اجرا میشه. مثلا من این 7 رو بکنم 6، این اجرا نمیشه. ببینید، ولی اگر همین رو بکنم 7، این الان حذف میشه به این صورت. حالا من باز برش میگردونم. خب پس این بود مفهوم CSRF. حالا ما در قسمت‌های بعدی میپردازیم به مفهوم نانس و اینکه راه حلش چی هست. نانس یک راه حل کلی هستش که توی همه جا استفاده میشه برای حملات CSRF و خب وردپرس اومده کار رو راحت کرده، یک سری توابع در اختیار ما قرار میده، یک روالی رو در نظر گرفته که در واقع با استفاده از حالا WP نانس ما میتونیم بیایم و در واقع خودمون رو ایمن بکنیم در مقابل حملات CSRF که انشالله در قسمت‌های بعدی توضیح داده خواهد شد. امیدوارم از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.